درم خاک کفیم اوی حسین است. آموزش‌های بزرگوار قرار در مورد یک فرض محالی صحبت کنیم که دیگه محال نیست. فرض کنید یک روز خونه تشریف میبرید با خستگی های روزتون. وقتی منزل میرید خانمتون در رو وا میکنه و به شما میگه آموزش‌ها مهمان دارید. وقتی شما پرسجو میکنید که مهمان منزل کیه، به شما میگن که آقای امام حسین و حضرت ابوالفضل مهمان امشب خونه شما هستن. این دو بزرگوار روی مبل نشستن و منتظر شما که شما تشریف بیارید. این دو بزرگوار رو ببینید چی کار میکنید و چی میگید؟ این یک آرزوی خیلی زیبایی که انسان توفیق پیدا بکنه محضر چنین بزرگوارانی حاضر باشه. اولین چیزی که در این لحظه به انسان وارد میشه اینه که این گناهانی که انجام داده انسان شرم میکنه در محضر چنین بزرگوارانی حاضر باشه. چون چشمی که توفیق زیارت چنین بزرگوارانی نصیبش باشه باید خیلی پاک باشه. گوشی که میخواد سخن چنین بزرگوارانی بشنوه باید پاک باشه. این گناهانی که ما انجام دادیم هم چشم ما رو کور کرده، هم گوش ما رو کر کرده. چشمی که کوره نمیتونه نور رو ببینه، هرچه از نور بگی کمه، نمیفهمه. گوشی که سخن لغو شنیده ناتوان از شنیدن چیز. انسان در این چنین مواقعی خودشو گم میکنه. شما با علم امروزتون که میدونید چه اتفاقی قرار روز عاشورا بیفته، کدوم صحنه و قاب کربلا رو انتخاب میکنید؟ در یک چنین مواقعی که انسان اول باید خود ساخته باشه تا بفهمه که کجا هست، چی میخواد بکنه. انسانی که عاشق باشه او لحظه‌ای نمیخواد از امامش جدا بشه. چشم در چشم امام، دست در دست امام و پابوس امام هست که تمام هستی خودش را برای امام خودش فدا بکنه. کسی که امام حسین رو نداره چی نداره؟ کسی که امام حسین داره همه را داره. کسی که امام حسین نداره هیچی نداره. تمام دنیا و زربق دنیا ذری ارزش نداره که انسان از امام خودش جدا بشه. تو مسجد رفتن دیدن که امام حسین سرش روی خاک گذاشته، صورت نازنین خودش رو خاک گذاشته. میگه ای خدایا اگر در جهنم ما رو با جهنمیان جمع کنی، اونجا فریاد عاشقانه میزنن که من حسین دوستت دارم. این حسین تمام وجودش خدا بود، نور بود. اصلا حسین جز خدا اصلا نمیدید. تمام این عاشق بودن حسین نشان معرفت کامل حسین نسبت به خدا بود. فرض کنید آقا ابوالفضل و آقا امام حسین دارن از منزل شما میرند و شما این دو بزرگوار رو تا جلوی در بدرقه کردید. لحظه آخر با آقا امام حسین چی میگید؟ چطوری باش خداحافظی میکنید؟ اون لحظه میشه که لحظه مرگه بسه یک انسان که انسان هم از محبوبش جدا بکنه. لحظه بسیار سخته که انسان میل نداره لحظه چشم از چشم آقا برداره. چطور به خداحافظی بکنه؟ چطور اون لحظه مگه که خود آقا دستی بر دل انسان بذاره که آدم آرامش پیدا بکنه، بتونه جدا بشه. بکنه جدا شدن محاله، نمیشه، سخته، بسیار سخته. به لیلی گفتن که حق با یزید بود یا با حسین؟ گفت حق با مجنون. از مجنون پرسیدن، گفت حق با لیلی. یعنی کسی که عاشق باشه جز اون نمیبینه. گریه بر امام حسین با گریه های دیگه فرق میکنه. گریه بر امام حسین اصلا انسان رو پاک میکنه، چشم آدم رو پاک میکنه، گوش آدم رو پاک میکنه. انسان وقتی که در عزاداری شرکت میکنه، وقتی بیرون میاد احساس سبکی میکنه. چه انسانی بود که خدایی بود،
انسان با گریه وقتی پاک میشه به خدا وصل میشه که ما باید قدر این مراسمات داشته باشیم که مفت از دست ندیم و هر قدمی که میتونیم برای امام حسین برداریم ان شاء الله.